آقا یه چیزی در مورد این واکس داشبوردی که تو شبکه دو آموزششو دادم بگم. خیلی‌ها گفتن آقا چرا باید اینا رو با هم ترکیب کنیم؟ اینکه تستشو الان براتون اینجا بگیرم، یه نکته‌ایو بگم. ما اومدیم گلیسرین، پارافین یا روغن بچه رو با یه مقدار الکل ترکیب کردیم. به چه علت؟ وقتی که ما روغن خالی بخوایم بزنیم به داشبورد یا سطوح داخلی ماشین، خاک میگیره به خودشون. ما اومدیم با الکل سطح چسبندگی و روغنی بودن روغن یه ذره آوردیم پایین. به همین صورت وقتی میخوایم با الکل ضد عفونی بکنیم ماشینو، این قسمت ها خشک و شکننده میشن. اومدیم اون حالت خشک کنندگی الکل رو با روغن آوردیم پایین. علت ترکیبش این بود. بریم تستشو داشته باشیم. ببینید خیلی راحت اسپری الکل تو یه بند انگشت خالی میکنی و جاش روغن بچه یا پارافین مایع میریزی و خوب تکون میدی و در نهایت میتونی به همین آسونی قطعات ماشین تو ضد عفونی و براق بکنی. پیج منو فالو کن، کلی از این ترفنده برات دارم و اینکه این پستو بفرست برای رفیق ماشین بازت.